هیچ دردی بدتر از این نیستش که از عشق خودت کتک بخوری. سلام، من ترنمم. بیایید چند دقیقه دنیای کتاب رو نفس بکشیم. طبق برنامه هفتگیمون امروز یعنی دوشنبه ها رمان برکه رو داریم. بزن بریم که 4مین سفرمون رو با هم شروع کنیم. تا غروب با مامانم درگیر خونه و چیدن و جابجا کردن بودیم که یک باره فکر این که نرفتم خونه آقا مثل برق از سرم رد شد و داد زدم وای مامان آبرون رفت. وا چرا مادر؟ من امروز نرفتم خونه آقا، حتما خانم از دستم خیلی ناراحته. الان میگم بی‌معرفتی کرده و یادش رفته اینجا وظایفی داره. یعنی نهار و شامشون رو کی درست کرده؟ برکه بذار کنار اون جارو رو، برو سر بزن بگو مامانم دست تنها بود واسه همین نتونستم بیام. راه افتادم سمت خونه آقا و فوراً گفتم سلام خانم جان، خوبی؟ به به سلام برکه خانم، یادی از فقیر فقرا کردید. شرمنده شدم خانم جان، به خدا. خانم نذاش حرفم تموم بشه که گفت اشکالی نداره دخترم، شوخی کردم. خودم میدونستم نمیتونی بیای، خودم غذا پختم، ولی واقعا از کمردرد نمیتونم. تو هم دیگه نمیتونی بیای، خودتون حسابی کار دارید. ولی اگه کسی رو سراغ داشتی بهم بگو، ولی میخوام مثل تو باشه. خانم جان چشم، ولی اگه اجازه بدی تا وقتی که کسی بیاد خودم در خدمتتون هستم. این در مقابل لطفای شما خیلی هم ناچیزه. به خاطر همینه که دوست دارم. چقدر حرفای خانم عجیب و غریب بود. قبلا با من اصلا مهربونی نمیکرد. یعنی واقعا پول و ماله که به آدم ارزش میده؟ یعنی انسان و انسانیت هیچ ارزشی برای کسی نداره؟ من که خودم اصلا برام اهمیت نداره. درسته داشتنش آرامش میده و آدم خیالش راحت تره، اما نه جوری که آدما رو با پولشون بسنجی. معرفت آدما نه خریدنیه، نه ذره‌ای به شعور انسان مربوطه. ای بابا برکه تو هم خودیا، شاید هم اینجوری نباشه و تو داری اشتباه فکر میکنی. داشتم با خودم فکر میکردم که خانم گفت برکه خانم کجایی؟ دوست داری زودتر بری خونتون؟ نه خانم جان ببخشید، الان میرم، ولی صبح زود میام تلافی امروز در میارم. فعلا با اجازهتون. رفتم به ورودی جنگل که رسیدم بی اختیار رفتم داخل، ولی هرچی رفتم دیدم خبری از عماد نیست. با خودم گفتم خب دیوونه، غلام حلقه به گوشت که نیست که یک سر اینجا منتظرت باشه. و برگشتم که بیام سمت خونه صدایی شنیدم و با خنده گفتم پس اینجایی؟ بله یه کشداری گفت و خنده روی لبام خوش شد. برگشتم سمت صدا، دیدم یه پسر جوون و بلندقد ایستاده بود. قلبم وحشیانه میکوبید. خیلی ترسیده بودم که گفت منتظر کی بودی؟ دختر شیطون، میای اینجا کیو ببینی؟ هیچی نگفتم و پشت کردم که بیام. یه دفعه دستمو گرفت و گفت کجا؟ یکم پیش ما باش، بمون. چرا عجله؟ دختر خوشگلی مثل تو که نباید عجول باشه. داد زدم و گفتم ول کن. اگه نکنم؟ فهمیدم نجسی خورده بود، دهنش بو میداد. دیدم بلبل زبونی فایده نداره و جریحه دارش میکنه، پس گفتم آقا تو رو خدا بذار من برم، مادرم مریضه، نگران میشه، جون مادرت بذار برم. با حالت چندشاوری خندید و گفت عمرن نمیذارم بری، یالا را بیاف، باید با من بیای. دیگه اصلا حتی نمیتونستم فکر کنم، گیج شده بودم و فقط صدای ضربان قلبم رو میشنیدم که انگار اسبی توش بود و قصد فرار از صاحبش رو داشت. دستم رو محکم گرفته بود و هر چی سعی میکردم بدتر دیوونه میشد که فقط قطره های اشکم میریخت مثل آدمی که تسلیم شده باشه. ولی نه برکه، نباید تسلیم بشی، اون نمیفهمه چی کار داره میکنه. پس اولین فکری که به سرم اومد رو عملی کردم و خودم رو زدم به تشنج و خودم رو انداختم زمین. یه بار دیده بودم عمه خدا بیامرزم تشنج میکرد، پس اداشو در آوردم و اونم خنده کنان گفت انقدر ترسیدی دختر جون؟ ها ها ها. ولی بیخیال نشدم. تا دستم رو ول کرد و میخواست به صورتم بزنه مثل میخجا پریدم و در رفتم. 2 تا پا داشتم، 1000 تا دیگه قرض کردم و میدویدم و گریه میکردم که دیدم با اسب افتاد دنبالم. خیلی زود به هم رسید. دیگه اشکام شدیدتر شده بود که منو گرفت. تا خواستم التماس کنم سیلی محکمی زد تو گوشم که حس کردم همه جا دور سرم چرخید. تا به خودم بیام یکی دیگه هم طرف دیگه صورتم زد. نگاش که کردم خواستم التماس کنم که دیدم وای عماده. اول فکر کردم به خاطر ضربه‌ای که به صورتم خورد
توهم زدم، ولی نه، خودش بود که داد زد چرا اومدی اینجا؟ اگه گیرت مینداخت میدونی چه بلایی سرت میومد؟ زبونم قفل کرده بود. بعد جوری دلم از دستش شکست. خب بعد خودش میدونست من به خاطر اون اومدم اینجا، وگرنه من اینجا چی کار داشتم؟ هیچی نگفتم. فقط تو چشماش نگاه میکردم و حسابی دلخور بودم که دوباره داد زد زود باش برو خونتون. دیگه هیچ وقت با تو نذار اینجا. دختره سر به هوا. اصلا نمیفهمه باید چیکار کنه. یالا برو ببینم تو حواسم بهت هست. به زور تونستم لب باز کنم، ولی مجبور بودم که حرف بزنم وگرنه خفه میشدم. با صدای آرومی گفتم اصلا نیازی ندارم کسی حواسش به من باشه. بدو از کنارش رد شدم. تو تمام مسیر مثل ابر بهار با صدای خیلی بلندی گریه میکردم. دلم خیلی شکسته بود. عماد که دیده بود چقدر ترسیده بودم، بهتر نبود من آروم میکرد. حالا که به خیر گذشته بود، هر چقدرم عصبانی بود حق نداشت دست روم بلند کنه. این اولین باری بود که کسی منو زده بود. حتی وقتی بچه‌ام بودم نه پدرم نه مادرم هم کتکم نزده بودن. حس غریبی داشتم. دوست داشتم زورم میرسید همون پسره نفهم هم عماد رو تیکه پاره میکردم. دومین باری بود که حسرت میخوردم که ای کاش پسر بودم. بالاخره رسیدم خونه. برای اینکه مامانم متوجه نشه حالم بده رفتم بخوابم که مامانم بالای سرم اومد و بهم گفت برکه جانم چیزی شده؟ ناراحتی؟ نه مامان ناراحت چرا؟ فقط خستم، میخوام بخوابم. به خانومم گفتم صبح زود میام چون امروزم نبودم. مادر دیگه نرو اونجا، حالا که خدا بهمون رو کرده بهتره تو هم بمونی و خانومی کنی و خرج و مخارجمون رو از شیر و ماست و پنیر و این چیزا در میاریم. اصلا نیاز نیست که کار کنی. میدونم مامان جانم، اصلا الان خونه ما هم به اندازه خونه آقا کار داره، ولی دور از انسانیته که تا وقتی که کسی پیدا نشده تنهاشون بذارم. الان دیگه نزدیک 1 ساله که من کمک خانوم هستم. گناه داره، سنش بالاست. از خدا ممنونم که قلب بچه هام مثل قلب پدرشون انقدر پاکه و روحشون زنده است. مامان جانم روحشون زنده است یعنی چی؟ وقتی کسی وجدان داشته باشه یعنی روحش زنده است. هستن کسایی که روحشون عمر طولانی داره، مثلا 70 یا 80 سال، اما نصف عمرشون رو با روح مرده سر کردن. یعنی با ناراحتی کسی به درد نمیان، غم کسی رو میبینن خوشحال میشن، دست بخشنده ندارن و خیلی چیزای دیگه. همیشه هر اتفاقی هم افتاد نذار روحت بمیره. مامان تو کسی رو میشناسی که روحش مرده باشه ولی زندگی کنه؟ آره دخترم میشناسم، به چشم دیدم. کی؟ هیچی عزیز مادر، بخواب که فردا بیدار شی. مامان قشنگم تو رو خدا برام بگو، یکم با هم حرف بزن. آخه دلم نمیخواد تو رو هم ناراحت کنم. با یاداوریشم قلبم به درد میاد. ولی خیلی دلم میخواد تا خوابم میبره برام حرف بزنی. باشه عزیزم. یه انسان دیدم که 50 سالش بود، اما از وقتی که من دیده بودمش روحش رو خاک کرده بود. من وقتی دیدمش 39 یا 40 سال عمر داشت. چیزی از بچگیم یاد ندارم، فقط بهم گفتن که پدرم به یه سفری رفته و تو راه خوراک گورکا شده و بعد اون چون کسی نبود که از من و مادرم نگهداری کنه و تو تنگ دستی شدیدی بودیم و چون من خیلی بچه بودم اگه نونی هم پیدا میشد مامانم نمیخورد و میداد به من و خودش بعد مدتی چون چیزی نمیخورد میمیره و من میمونم تک و تنها که به ناچار زنمون مجبور میشه منو ببره به کلفتی و ازم نگهداری کنه. من حتی نمیتونم بهش بگم زنمو، چون حتی یک بار با من مثل زنمو رفتار نکرد. خودش 8 دختر داشت و به خاطر اینکه پسر بزاد سالی 1 بار بچه می آورد ولی پسر نمیشد. بی انصاف اسم دختر 8م رو گذاشته بود دختر بس. آخه دختر بس هم شد اسم؟ چون منم دختر بودم حسابی از من بدش میومد. ناگفته نمونه که با دخترای خودش هم بد رفتاری میکرد، اما برای من دیگه نوبر بود. وقتی رفتم پیششون خیلی کوچیک بودم، فکر میکردم حدوداً 6 ساله بودم. اولین دیدار همیشه مثل یه کابوس تو ذهنمه. بعد از خاکسپاری مادرم منو با خودش برد خونهشون. منم نمیدونستم مادر مرده یعنی چی. یعنی هنوز عمق فاجعه رو نفهمیده بودم و خیلی برام عادی بود و تو حالت عادی بودم. وقتی رسیدم تو ده اونا همه منو با دست نشون میدادن و سر تکون میدادن، انگار که دلشون برای من بخت برگشته میسوخته.
رسیدیم خونهشون. دخترها رو دیدم چون چند تایشون از من بزرگتر بودن و 12 یا 13 ساله بودن. 2 تا هم همسن و سال من بودن و یکیشون کوچیکتر از من بود. یعنی دختر بس از من کوچیکتر بود. زنمون بهم گفت لایکت مثل یه لبخنده، کامنتت مثل یه گفتگو و سابسکرایبت مثل یه قول برای ادامه این مسیره. هر پارت یه تپش از قلب برکس. تا پارت بعدی با مهربونیت منو یاد کن.